تمام اون احساسات و عواطف توی زندگیم تاثیر میذاشت. اما الان به نقطه از کار کردن رو خودم رسیدم که زمانی که پارتنرم اون چیزی که من میخوام نیست اعصابمو خورد کنه و ناراحت بکنه، اول از همه چیزی که خیلی دوستش دارم رو ترک میکنم. مثلا برای جدا شدن از یه دونه پارتنرم گیاهخوار شدم و بعد 4 سال بهش گفتم لطفا بلیط بگیر و برگردیدم. به همین سادگی. نه بحث نیمکت چپ و نه شما ببین شما هم میتونی سویش کنی، فقط باید روش تمرین کنی. من راجع به بحث ماهرخ یه چیزی بگم. به ماهرخ، خب ما بیرون همو میشناسیم. ماهرخ واقعا راجع به این چیزی که میگه تغییر رو من توش دیدم. یعنی 1 سال پیش فکر میکنم یه شخصیت دیگه بود، یه جور دیگه داشت. بچه‌ها این لایو قطع شد، این چشم شوره اومد ما رو چش زد. حالا یه ذره بمونیم بچه‌ها بیان بعد بریم برای ادامه لایو. تا اینجای کار رو که دیدین نمیدونم خوشتون اومده یا نه. یه نفر یه سبک زندگی رو ادامه داده و یه تصمیماتی گرفت توی اینستاگرامش، همش شیر کرد که آقا این کارو بیاد انجام بدیم، بیاد اینجوری باشیم. یعنی خودش رو تنها نکرد، اومد دوستم پیدا کرد چون مسیر صافی رو انتخاب کرده بود. مرسی امیلیا جان، مرسی. نمیدونم بچه‌ها بیان یه ذره تعداد بره بالا ادامهش رو ببینیم. من خیلی دوست دارم ببینم اون فیلمی که میخوام بذارن چیه. اون فیلمه رو میخوام ببینم چیه، کیو میخوان ضایع کنن. مرسی مهلا لایک اول. اون چشم شروع اومد ما رو چش زده به قرآن. امیلیا اگه تو گروه هستی بگو که لایو برقراری عزیز. نه بذار من خودم میگم بچه. اوکیه، هنوز مشکل حل نشده. حالا بگذاریم ببینیم خودمون. کتاب نوشتن و توی کانال تلگرامش به هزاران نفر فهمم رسید دیگه. آدما کلی اومدن توی تلگرامش الان اونجا که فقط ماهرخ یه شبونه یه چیزایی رو بنویسه اونجا بذاره مردم گوش کنن. چرا؟ این فقط بابت همون تجربه که گفتیه. یعنی یه سری رابطه‌های بد نیستن، میان که به تو خوب بودن تو ثابت کنن، میان به تو اون مصمم بودن تو ثابت کنن. ما این نیستیم که بخوایم بگیم ما صدمون رو میذاریم توی رابطه، میریم احساساتمون همه چیمون رو میذاریم. لحظه ای هم که بخواد تمام بشه مهم اینه که تو تموم نشی. اونو اونم نگو پارتنرش دیگه. نه من که نگفتم اونم نگو، ولی اصلا قبل از اینکه نگاه کنی چی پشتشه سری خودشو معرفی کرد. آره یکم قوله بذار بدم. دقت کنیم ماهرخ پارتنرشو گفت، سفدا گفت یا نه؟ سفدا نگفت. نگاه کن بچه اول از همه بگم که ببخشید لایو قطع شد. این چشم شوره اومد چش زد اینترنت ما رو. بعد اینکه سفدا و ماهرخ و تناس پارتنراشونو گفتن، نگار حول انقدر که حول اون دکتر بود نگفت. من نگاه نکردم. بچه‌ها گفتم فرشاد پشتته. گفت ببخشید من نمیگم. اصلا چقدر من از این نگار بدم میاد، هر چقدر بگم کم. اون پارتنرشو گفت
ترانه پارتنرشو گفت، تنازم گفت. خب پیکسی که سینگل هیچی، زهرا هم که سینگل هیچی، نگار علی به نظر من سیبدام امکان داره یا دکتر پرستاریش کنن بعد ببینیم آیا سبکش هست، چه میدونم. حالا اینقدر خوب اومد جلوی سبک من هست. تا حالا نگار خودشو به ما به عنوان دستیار و دندون پزشک باری کردم. تو که قیافه نگار رو دیدین؟ قیافه نگار اینجا رو قیافه رو حالا تو که دستیار دندون پزشک تو گفته بود؟ خیلی چقدر راحت چیزه پریسا هم خوشش اومده. نمی‌گم تایپش باشه، مگه که نظر عملی باشه. به نظر من میتونه باشه. مرد کاملا شخصیتی چیزه، تیپی خیلی جنتلمنه هست، ولی من فکر نکنم شاید از نظر عملی بودنش خوشش بیاد، هیکلی و عملی بودنش. خب و اینکه مهمه فکر میکنم تیپی نه، استایلی نه. از طرف پسره داریم میگه از طرف پسره نگار خیلی عوضیه. سلام الناز جان سلام. نگار خیلی عوضی اینجا داره آمار میگیره ببینه آیا زهرا از این پسر مرد خوشش اومده یا نه. به نظر زهرا کی دیگه مثلا رقیب بشه، میخواد اونا رو تخریب کنه. اولین تفاهم رو پیدا کردن. منم سرکشم فوت کرده فقط و چون فوت کرده دیگه نمیخوام داشته باشم. دیدی چجوری نگاه کرد دکتر رو؟ اگه بخواد با کسی دعواش بشه قشنگ حالا میدونه چیکار کنه. الان اصلا این مدل کاملا مرساله. آره اصلا اون نیست. این شخصیت اینجوری با من نمیتونه بسازه. نه به من که هیچ جوره نمیخوره شخصیتش، هیچ جوره. دهنش سرویس. فهمیدی چی شد؟ اونجا داشت میگفت به من که هیچ جوره نمیخوره. مثلا میخواست به زهرا بگه من دنبالش نیستم، ولی تمام کارهایی که باید بکنه که مرد بره سمتش رو انجام داده. اونجا باید گفته که آقا به من هیچ جوره نمیخوره. عجب آدمیه. مبارک. عملی بودن من حرف زدنه. خب من و تو خیلی زمین تا آسمون فرق می‌کنه. استایل تو کلا نه، منظوری که استایل تو کلا با من فرق میکنه. میتونه یه استایلی مثل شما رو دوست داشته باشه، میتونه یه استایلی مثل من که حالا سادم. آقا کریسمان از نگاه خوشتون اومده بود؟ والا همه رو خوش آمد، مخصوصا علی که اصلا اولش ما انرژی خیلی خوب و واقعا باشه فدات بشم قربونت برم. واقعا مرد جنتلمن و خفنی هستی. خودم دختر بودم می اومدم بهت دوست می‌کردم، همه کار باهات می‌کردم، می‌رفتیم با هم ازدواجم می‌کردیم. جدی دارم بهت میگم. کاراکتر داری، شخصیت داری، فیس داری، استایل داری، شعور داری، معرفت داری. یه مرد چی میخواد؟ یه زن چی میخواد؟ خانوما بیان خواستگاری آقایون. من این امشب آخر این بحث می‌خواستم بگم، نمیدونم رسیدیم به اون درجه نه. فردا شب آقا بیا ما بشینیم. اگه دیدی بگو. من یک سوال از دختره دارم به جز پریسا، چون دو موقع معرفی من خودمو چجوری معرفی کردم؟ مگه نگفتم دستیار دندون پزشک و مدلینگ؟ همتون شنیدین مدلینگ و دستیار دندون پزشک. جان من شنیدم گفتی مدل و دستیار دندون پزشک. مرسی. اولین روز ما نشدیم. اول توی الان اینجا نه اول روز نه مدل. شما اصلا نبودین اونجا. من یادم نیست.
واقعا یادت میلاد؟ ایشون هم گذشته 2 روز بگذره دیگه. من الان مثلا قرار دو شغل دیگه دارم، یکی شما فردا بگم خدا شاهده، یکی شما پس فردا بگم. مرسی آقا پژمان، اما قرار نیست من هر روز 1 دقیقه علی بحث اینه ماست، لطفاً اجازه بده صحبت کنم. بفرمایید. قرار نیست من هر روز بگم که دستیارم پزشکم. یه خوب ببینم فقط میگم. من بله من انکار نمی‌کنم، من آدمیم که صداقت دارم. من به فرشاد گفتم، روز اول بهش گفتم، الانم بهش گفتم فرشاد اگه من اومدم اینجا که یک نفر رو پیدا کنم نچسبه فرشاد، من برای فرشاد گفتم فرشاد چه اینجوری حرف میزنی انتر شبیه به من باشه و من باش اوکی شد. هممون برای اینجاییم. شاید تو پیدا کردی، شاید شما پیدا کردید، شاید تناز و شاهین پیدا کردن، شاید ما هنوز اوکی نشدیم اونجوری که نخواهیم. شما دست مادرتو انداختی دور دست فرشید. باشه فرشاد من دارم صحبت میکنم. آخه یه حرف غیر منطقی میزنی. خیلی حرف قشنگی داری میزنی. به من دستور دندون پزشک تکس تایم میخواید که این حرفو بزنید. بفرمایید بالا بچه‌ها صحبتی دارید صحبت کنید، وگرنه در من روز اول با آقا فرشاد صحبت کردم. مثلا قرار نبود برای شما توضیح بدم چون بین من و فرشاد یه سری چیزا هست که حداقل 80% رو شما نمیدونید. من به فرشاد گفتم روز اول گفتم اگه یک بازیکن جدید بیاد چیکار می‌کنی و اونم همین سوال از من پرسید. گفتم ببین بستگی داره رابطمون تو چه مرحله‌ای باشه. اگه من بگم که من میخوام تا آخرش با فرشاد باشم اوکی. من نه اجازه نمیدم، 100% اجازه نمیدم. اما اگه رابطمون جایی باشه که من شبهه داشته باشم راجبش و کسی بیاد که فکر کنم که نزدیک کاراکتر من، نزدیک به تیپ شخصیتی که من میخوام باشه، اجازه میدم که بشناسمش. حق اینو دارم چون من اگه تو دنیای واقعی باشم و توی این برنامه نباشم، زمان زیادی داشته باشم، برای بقیه هم توضیح دادم، برای چند نفرتون گفتم حتی تلفن دوستام هم جواب نمیدم، فوکوسمو میذارم روی اون شخص. اما اینجا من باید بشناسم بقیه کارکتر رو. همین حق به پارتنرت هم میدادی که اونم بشناسه با بقیه صحبت بین کنه. من و اینه. فکر نمی کنم کسی بتونه دخالت کنه. من سرشم به من میخواد دخالت کرد. من آشناشه با پریسا اگه دو طرفش داشتین حقو میدادی بهش. چون بیش از 5 دقیقه بیش از قانون بازی شد. بیش از 5 دقیقه با پیمان اونجا بودیم. من نگوش اصلا حرف بزنیم. نه 5 دقیقه شد شما صدا نکردین منو؟ ما اینجوری کردیم. مرسی که فرستادین. اونجا شما نفرستادین، من خودم رفتم پارت. 10 دقیقه یه رو داشتی صحبت می‌کردی. این فکر می‌کنم چیزیه که بین من و اینه. 10 دقیقه نشد. عذر میخوام ماه رو بفرمایید. از اینکه خیلی خوشحالم از حضور آقا پژمان، به خاطر اینکه حداقل نگار این وسط همه رو تیکه تیکه نمی‌کنی تا بخوای یه چیزی رو توجیه کنی و خیلی داری شیک صحبت می‌کنی. خب دهنت سرویس، دهنت سرویس. آفرین جر داد اینو، جر داد. مرسی ماروخ. ببینم ماروخ در ادامه چیکار میکنه. من توی اتاق خودم گفتم که گفتی شاهین با من داره تیک و تاک میزنه. گفتم مگه با فرشاد نیستی؟ گفتی آره ولی خب خوشت میاد؟ گفتی آره خوشم میاد. گفتم خب اگه خوشت میاد دوست داری باهاش آشنا شو، ما اینجا اومدیم برای دیت، درسته؟ تمام. شما این حرف تا چه زمانی بوده؟ تا زمانی دستبند مادر شما دور دست فرشاد نباشه. مال مادرم نیست. حرفم تموم نشده. یوزر صحبت کنه. حرفم تموم نشده. خب تا زمانی بود که کلاً 2 دقیقه نشد که فرشاد و پریسا اونجا نشسته بودن و اینجا گفت دارم با هم حرف میزنن. رفتی بیرون فرشاد. آفرین ماروخ هر فرق داره میزنه. این فرشاد گاو اونجا ساکت واسطه احمق نگاه کونشو کرده طرف اون. همه دارن طرفداری تو میکنن. کی میخوای بفهمی اینو؟ گوساله مستر سلام چاکردم بچه‌ها سلام. کی میخوای بفهمی اینو؟ همه دارن میگن این نگاره حول حرومیه. گوسفند اونجا نشسته سرش انداخته پایین. دستشو گرفتی کشیدی و هولش دادی تو. اون پسر هم به اندازه تو شخصیت داره، اون پسر هم به اندازه تو غرور داره. این پسر خودش زبون داره.
الان من دارم صحبت می‌کنم. فرشاد جان میتونم نظر بدم؟ آره شما تهش صحبت کنید. خب شما در صورت میتونی این حرف رو بزنی که این آزادی رو برای کسی که به عنوان مثال بارها اعلام کردی که فرشاد پارتنرمه، من عاشقشم، من لور دوست دارم، من چشم ابرو مشکی دوست دارم، من سیکس پک دوست دارم، من قد بلند دوست دارم، و وقتی اومد از اول همین حالتی که واسه آقا پژمان داشتی واسه فرشاد هم داشتی و تازه همه رم کشتی که از فرشاد دور کنی و فرشاد هم از همه دور کنی. اونجا اون بالا وقتی راجع به شاهین داشتی صحبت میکردی چی برگشتی گفتی به خاطر اینکه فرشادو چیکار کنم، به خاطر اینکه آیتم دیگه ای ندارم، چاره دیگه ای ندارم. یعنی تو میخوای همه رو تو دست نگه داری ببینی کدوم بهتره برات، بعد از اینکه فهمیدی کدوم بهتره اون یکی رو پس بزنی و این رفتار اصلا انسانی نیست. درسته. من آدم فیکی نیست. احسن تناز دمت گرم. اون تناز اون بالا واسط گفت درسته. این بشر با این که سنش پایینه چقدر فهمیده است. فیکی نیستم. من وقتی از کسی خوشم میاد، ببین پژمان پسریه که واقعا هممون میگیم خوش تیپ و خوشگله از لحاظ ظاهری. من خوشم اومد، من چشمام دقیقاً برق زد. مرسی که حقیقت باش، عالی باش. مرسی واقعا. آفرین. چشام برق زد و خواستم بشناسمش. بله. انکارش نمی‌کنم. اجازه دارم علی اون شب داشت میگفتش که این چشاش برق زده، گفت نه. بعد با فرشاد بیرون نشستی داری چیز دیگه میگی. علی رگوزر سلام. هلیکا سلام. چون تایم نداریم یه چیزایی چون من یه چیز کوتاه میگم ادامه‌شو نگار جون لطفاً. آره ببینیم ما اینجاییم که پارتنر انتخاب کنیم، درسته؟ وقتی وارد میکنن خارج میکنن فلان، یعنی تو میتونی انتخاب کنی هر کسی که وارد میشه انتخابش کنی. تو دنیای واقعی هم بیشتر از اینجا آدم وارد زندگی میشه و میره. وقتی به یکی میگی تو پارتنر من و جلوی همه میگی ایشون پارتنر منه، دستبندتو میدی دستش و اجازه نمیدی با پریسا صحبت کنه، یا حتی دخترای دیگه که حتی یک کلمه بخواد با بقیه حرف بزنه میگه نگار الان میاد منو تیکه پاره میکنه، حق نداری این کار بکنی. یعنی تو دنیای واقعی میری با یکی تو رابطه، اگه یه پسر خوشگل دیگه تو خیابون ببینی میپری بغلش. اینجا دقیقا همین. نگار حذف باید بشود. آفرین تناز، آفرین. احسنت. فرو سلام بچه سلام. احسنت. تناز چقدر خوب گفت. مرسی. زیزی سلام. مهران جان سلام. کار کردی. تایید دارم. یک دقیقه. دنیای واقعی من خدا رو شکر بیرون از اینجا همه میدونن شخصیت من چجوریه. این چیزی که داری میگی دستبند مادرت، من یادم نمیاد گفته باشم این گردنبند مامانمه. گفتم تنها چیزیه که اینجا من حس خوبی بهش دارم و من اینجا چیز ارزشمندی همراه خودم نیاوردم. چیزی که دوستش دارم. من گفتم مال مامانمه. نگار جان ببخشید. تو اینجوری شاید اشتباه متوجه شدن. من بگم این اتفاق که گردنبندش یادتونه من گفته بودم شاید حالا گردنبند مادرمه. خب اصلا ربطی هم نداره ولی انداخت این کارو کردی، ولی چون اشتباه حالا یادمون رفت. چون در حالی یه چیزی دادی در رو ببخشید. دفاع نمیشه. سکوت کن. نه به خاطر اینکه بچه‌ها اشتباه دارن یه کلمه رو میگن من دارم میگم. نه ببخشید من این اصطلاحو بکار میبرم. فرشاد واقعا زشته. خب این دستبند احساس مالکیته. خب مثل ببخشید اینو میگم یه حیوان خونگی و قلاده میبندی که اسمش روش باشه بگی این مال منه. خب تو اومدی یه انسانو دستبند دستش کردی که این مال منه، با کسی حق نداره صحبت کنه. فرشاد واقعا میترسه حتی با من صحبت کنه، با اون صحبت کنه یا هر کس دیگه. تو حق نداری یه پسر میاد فرشاد پشت نشسته حتی نمیبینیش که به من میگی فرشاد اصلا نمونی. اول اینکه این حق رو یک دقیقه اول اینکه یک دقیقه اول که به من حق یک استایل آقا پژمان خیلی خوبه، خیلی خوشگله. گفتم یعنی فرشادو میذاری کنار. گفتی استایل آقا پژمانو بیشتر از فرشاد دوست دارم و اگه اخلاق آقا پژمانم اوکی باشه فرشادو میذارم کنار. نگفتم میذارم. میتونم ساعت دست بزنم برای تناز. آفرین دختر، برو تو دلش، برین بهش،
برین به این نگار، برین. مرسی دختر، احسنت. همه بگیرن رو نگار شلنگو. مرسی. گفتی ویدیوش هست. من باشه اگه ویدیوش هست میخوام پخشه. الان میخوام یه چیز دیگه بگم. اول اینکه این حقو هیچ کس نمیتونه به خودش بده که میگه حق نداری، مخصوصا تو که کوچکتر از منی. لطفاً احترام بزرگتر گرفتن یاد بگیر. رفتارت مشخصه. دوم اینکه من کی به تو گفتم با هیچ کدوم از دخترها حق نداری بشینی که اینجوری نشون دادی که الان دارن اینجوری به من میگن. من فقط گفتم انرژی ترانه منو نمیگیره، نگفتم دختر بدیه، نگفتم به چشم داره. اینجا زهرا هم شده گفتم انرژیش منو نمیگیره. من انرژی بدی از این دختر میگیرم و حالم بد میشه. وقتی میشینی پیشش من نمیتونم به تو نزدیک شم و ما یه سری مشکلات داریم با هم دیگه. یک آدم وقتی میخواد گوه بخوره بچه ها اینجوری میخوره. گوه بخوره یه آدمی که بچه این یادتون باشه کسی که یه کاری کرده بعد بگه نکردم یعنی گوه خوردم. خب اینو یادتون باشه، کسی که مثل نگار یه کاری انجام داده بعد میگه ندادم یعنی گوه خوردم. با زبان بی زبانی داره میگه گوه خوردم. این آدم نشانه یک آدم عوضی درو حیوونه. لعنت به نگار. هشتگ لعنت به نگار. ما یه سری مشکلات داریم که فرشاد بهش گفتم ولی نمیتونه حل کنه. انگار نمیخواد. من حق دارم. یک دقیقه فقط یک نمونهش رو میگم که امروز به تو گفتم. ما اینجا نشسته بودیم چی گفتم به فرشاد؟ در مورد چی؟ گفتم گشنمه. خب میشه برام غذا درست کنی؟ غذا اینجا برام بکشی؟ لطفاً عزیز دلم. اتفاقا من اینو الان داشتم با شاهینه که حرف می‌زدم گفتم من نگار فقط تنها چیزی که از فرشاد بعدش میاد شاید این باشه که بی اهمیت به بعضی از حرفاش و واقعا من دیدم. خب منو زهرا نشستیم. زهرا چقدر آدم عوضیه. زهرا هنوز اصلا زهرا بچه‌ها یه چیز بهتون بگم، زهرا آدمیه که دلش میخواد یکی مثل نگار رو داشته باشه انگار. الان سعی کنم من اصلا یه لحظه این مدل 3 دقیقه بعد پا شدم که مثلا بگم زهرا ببین منم پارتنرم اوکیه. پا شدم رفتم دیدم نیست. ببین انگار یه پارچه آب یخ ریختن رو. بعد دیدم رفته پیش دوستاش نشسته. من 10 بار به تو گفتم که بابا اینجا جایی برای رفیق بازی نیومدی، ول کن پسرا رو، ول کن. من میگم توجه میخوام، همه میگن که مرسی شاهین. مرسی بالاخره شاهین یه جا اومد. هادی جان سلام. ستاره درسته قربونت مستر چاکرتم فدات بشم. یک به بعد میبینم اگه بودی. و اینکه مرسی شاهین، واقعا چه بازیگر خوبی هستی نگار. واقعا هر جا کم میاره شروع میکنه بغض کردن. چقدر من از تو بدم میاد بشر. نه من بازیگر نیستم. من دیگه توجه میخوام. حتی من که دوست دارم ازت متنفرم. من میگم توجه میخوام. ترانه داره عقده‌شو خالی میکنه. دیدی؟ حتی من که دوستت دارم دوستتم ازت متنفرم. و چشاشم برشت شد. شما چقدر میتونید بد باشید. به خاطر اینکه تو بدی. ما رفتارات رو میبینیم، حرفاتو کاری نداریم. ما داریم رفتارات نداشتی اوکیشه. من باش انتخابش کردم اوکی. یه کاری کردی که اصلا این بدبخت از همه میترسه. چی میزنی؟ من به تو گفتم کسی نرو و بیا. آره. آقا صدا حرف بزن. ببخشید بذارید فرشاد حرف بزنه. من اینو به تو گفتم. ببخشید آقا لطفاً یه دقیقه دوست عزیز، همین الان تو این ویدیویی که پخش کردن 2 تا صدا داشت ضبط میشد، صدای شما روش بود، دیدید چی بود وضعیتش؟ و اینکه بذارید خودش حرف بزنه. همه حرف زدید. ممنون. غیر از فرشاد من تو شلوغی حرف نمیزنم. تموم شد تا صحبت کن. خب حرف که زیاده. خودت میدونی جو چطوری کردی. یک نفر فرشاد مرد باش، اینجا من ناامید نکن. مرد باش، برین به این نگار. بچه‌ها ببخش من این کلماتو دارم میگم چون واقعا از نگاره بدم میاد. یا پشت نیست. من نیاز به من تا زورم پشتت بودم که اینجا بچه‌ها میگفتن تو چقدر ساده فلان بودم. بحث سادگی نیست. من اینقدر تو زندگیم دوست دختر داشتم که الان اگه بخوام شاهنامه‌اش میکنم. ولی بحث اینه که من
اول اینکه بحث ترس نیست که میگی که تو با بقیه حرف نمیزدی. من ترسی از کسی ندارم. من چون دیدم روی چیزی حساسی بهت احترام گذاشتم، اون کار واسه خودم قدغن کردم. این باید متقابل باشه. اگه من قدغن میکنم تا حرفام نفس عمیقم نکشید. کی نفس عمیق کشید؟ حرفای کارهایی که من قدغن میکنم باید تو هم قدغن کنی. اگه من نباید برم با کسی صحبت کنم، تو هم نباید. اینجا که ما برده نیستیم. ما مثلا رفتم با پریسا اونجا 2 دقیقه حرف بزنم، تو من دست من گرفتی کشیدی. من اینجا 2 تا چیز دیدم. یک، نگار آدم غیرتیه، منو خیلی دوستم داره، اومده منو اونجا کشیده کنار، اوکی اینو قبول میکنم. 2، تو من اونجا یکم به شخصیتم برخورد، ولی چون که گذاشتم پای دوست داشتنه، دومی بخشیدم. ساکت. و استرس داره کنارش. اگر که من اونو گذاشتم پای دوست داشتنه، کار امروز اشتباه که هیچ چیپ بود، خراب بود، اصلا ولش کن. تو اگه منو دوست داری نباید امروز این رفتارا رو انجام بدی. اگه منو دوست نداری نباید اونجا منو اینطوری از پا میز برداری بکش بیاری اینجا. رفتارات با هم متناقضه. به قول خودت میای دستبند میذاری. فرشاد خیلی داری با ملایمت رفتار میکنی، انگار مثلا بازم امید داری بهش. سنا سلام. دست من که با کسی نرم تو رابطه، هر موقع نگاه به دستبند کردم یاد تو بیفتم، دلم نلرزه، چشم نلرزه. بعد خودت اصلا این کارا رو نمی‌کنی. خودت صحبت کن، یه کلمه، یه انتخاب به همه بگو. الان میخوای با کی ادامه بدی؟ یه کلمه اسم بدون توصیف. پشمام فرشاد، تو چقدر خری پسر. وا پشمام. آرمین سلام. آرمین ببین این فرشاد چجوری روان منو سرویس کرده. اگه بخوای اینجوری ادامه بدی و بهم بی‌توجهی کنی، نه. ولی اگه بخوای تغییر کنی برای من فرشاد، الان همه اینجا با پارتنراشون هم تو با دوستاتی، انگار اومدی اینجا خودت تغییر میکنی به خاطر فرشاد. تو دخالت نکن تو رابطه من. تو من دخالت نمیکنم تو رابطه هیچ. دخالتی کرد؟ خواستی چیکار کنی؟ یه لحظه. یا میخوای بذار یه لحظه. اسم بده. جواب منو بده، من دخالت میکنی. پس اگه میگی دخالت جواب بده تو من جوابتو بعداً میدم. الان من باید بدونم این بستگی داره به انتخاب من. بستگی بعداً تو مرور زمان بهت میگم. الان اسم تو مرور زمان یعنی چی؟ یعنی تغییر میکنی برای من بذارم پای من حرفای 2 نفره تو جمع نمیزنم. اسم بده. آره یا نه؟ اگه نخوای تغییری من الان بگم آره. آخه بچه‌ها فرشاد اینو دوست داره. داره میگه اسم بگو. دختره اصلا پشمش نیست. فرشاد اصلا دلم سوخت برای فرشاد. بعد فردا ببینم تغییر نمیکنی دوباره میخوام جدا شم. فعلا اسم بده. جواب منو بده. حسی که در حال حاضر جوابتو اون پشت دادم. خودت هم میدونی جوابم چیه. اسم بگو. تو باش. با چشم کرد تکبیر. یه دست به افتخارش بزنید. من میشه یه چیزی بگم؟ خیلی حمله شده من نه با کسی هم نه با این برم نه با اون برم، اما یه حرفی رو نگار تو خلوت به من زد. نمیدونم چرا نمیزنی نگار. من الان احساس میکنم کدومه؟ الان منم واقعا فکر کنم نمیشناسمت. این که از خودت دفاع الان چرا نمیکنی؟ تو به من اونجا گفتی که سفدا و الان هر دختری وارد شده انتخاب اولش فرشاد بوده و تو به عنوان دختر حسادت کردی. الان برای اینکه حس حسادت فرشاد رو تحریک کنم میخوام یکم یه لبندی بکنم برای پژمان که من جزء انتخاب‌های چون نگار بازیشو بلده. به من گفتی چون نگار بازیشو بلده. خیلی بازیگر. به من اینو گفت که میخوام جزء انتخاب‌های پژمان بلده. تکرار می‌کنم. شاید حداقل ازت کمی دفاع میخوام. چون خودت گفتی میخوام جزء انتخاب‌های پژمان باشم. اگر که حسادت فرشاد رو بازم میگم بازیشو حسادت بلده. اگر نگار نمیاد لبندی نمی‌کرد یا میشست کنارتون یا باتون بازی انجام نمیداد، شما فکر می‌کنین پارتنر داره دیگه روش نمی‌کشیدین. ولی اگر این کارو نمی‌کرد بازم روش می‌کشیدین. بله من اصلا اومدم رو همه نه کلاً اومده رو همه بکشه اگر 2 تا انتخاب داشتی پشمام بریزی. فرشاد چرا اینجوریه؟ دکترم اولا
داری تو رو میخوام بدونم. من این فکرهایی که بچه‌ها کردن رو چون اول از همه تو شخصیتت ندیدم از اون موقعی که اومدم، قبلش هم که نبودم. اینی که میگن که حالا هر پسری اومد تو باش یا تیک اینا رو میگفتن دیگه. من تیک نزدم. خب دیگه من تو شخصیتت هم نمیبینم چیزی باشه. بعدش علنا خودت داری میگی دیگه، میگی آقا من شاید با یکی دیگه یه احساس بهتری باشم. نه فرشاد شاید اکبر آقا فردا بیاد. آدم نمیدونه که نیستش که. رفتی پیش این دکتره نشسته پشما اومدیم این ارتباطات شکل بگیره. وقتی یه چیزایی میبینم برای احساس کنم 50 سال یه حرفای خیلی طولانیه. میدونم 2 روز با همش شده که دیگه نه جدی باشه قضیه، نه اینکه باید یه تایم بده آدم رو چی میگم باید معاشرت بکنی. اون مگه میشه آدم مثلا ببخشید تو یه روز عاشقی یه دیگه عجیب نیست؟ خیلی عجیبه دیگه. من بیام بالا گفتی داریم بیام. من اگه زودتر به ما میگفتی من فکر می‌کردم نشونه این که آدم ها میگفتن حلقه است نمی دستبنده. نه این هم نیست ولی شماره تو من خیلی باشه. یعنی من دیدم نگار آقا پشمان اومد. علی ما رو بدبخت نکنی یوری اصلا شاید چش آبوروری داره چشش پاک. نشی میخوام بگم من نگار دیدم. ببین فرشاد 10 روز نمیدونم 20 روز کنار هی میومد بیاد با تو باش فرش درست میگم دیگه. فرشاد رفیقم دوستش دارم. دیدم وایدی که تو داری نسبت به فرشاد چطوری اینو دیدم. اوکی تو همه میگم دیدم، اما زمانی آقا پنون اومد دیدم که تو چه وایب دیگه ای داشتی. اون برق چشمات من تا حالا گفتم برق چشمات یا فلان یا مثلا بچه‌ها اینجا یه چیز بهتون بگم. کارما پس میده علیا، اینجا کارما پس میده. اگه نگار با این دکتره اوکی بشه فرشاد مخ ترانه رو میزنه. حالا واسه نگاه اکتی که خودت داری اجرا می‌کنی. خب من دیدم چیزی که میبینم و آوتساید توی خانواده این وسط این جزیره باید بهت بگم از بیرون قشنگ بود، جالب بود، خفن دیدم و ما اینجا دنبال همون عشقیم دیگه. اگر این اتفاقی که افتاد اون عشق رو توی چشمت به وجود آورد ازش نباید بترسی فرار کنی. فرار نکردم اومدم فقط دارم میگم اینجا نباید از اینا بیاریم. فقط میخوام اینو بهت بگم. اوکی فقط میخوام اینو بهت بگم اینکه بچه‌ها اینقدر گارد میگیرن ما واقعا اصلا جالبه برای خوش در نوع خودش. اصلا نیازی نیست به ترسی یا کاری کنی. یا من کلی دارم کلی حرف میزنم. احساس من میدونی چیه؟ احساس شخصی من ترانه دوست داره با فرشاد اوکی بشه. ماشاءالله مهدی دیدی خودش هم میدونه ریده ها. دختر من دوست داره با فرشاد اوکی بشه. امروز میگه بیا حاشیه بسازیم فلان. من آدم مثلا همین بود اصلا میگفت تو همانده نکن. آره که رابطه من فرشاد خراب شد. ببین من پسری نیستم بخوام بقیه حرفا هم یه حسادتی پشتش باید باشه. مثل اینکه تو مردی اومدی به من میگی پارتنر من از فرشاد خوشش اومده که اینجوریه. تموم شده رفت. مردی زن باش بیا بگو حسادت میکنم که این بین این همه دختر تو زهرا رو. لنتی رو نگاه کن آخه گردنش بنظر یه مشته میگه من کشتیگیرم. چی به این بگی آدم؟ رفته گوشش رو زده شکونده. دهام کرد. دیگه چرا میگیشوش به چیزای دیگه؟ ببین من میبینم یه سری اکتو همونجوری که میگم دوست دارم کسی رو که دوستش داری زیر نظر میگیریش براش محبت میکنی عشق و علاقه بهش نشون میدی. نگار چه خوشش اومد نه؟ چون علی داره میگه تو با این باید صحبت کنی و فلان بکی من زهرای انم اومده پیش این. زمانی که به اون انسانی که عشق و علاقه نشون دادی محبت کردی ببینی تو عشق و علاقه رو داری ادامه میدی، اون کمی سرد شده کمی سر خورده اینا رو هم میتونی پس مسلما ببین. درسته؟ من خودم میبینم بهت اینو میتونم قول بدم این اتفاق هم شاید امکان داره بیفته. فقط تو یه صورت نمیشه بیفته. میدونی چه؟
زیاد خوب بودن من میدونی؟ من زیاد خوب بودن فرشاد و منم نیازه برای هر طرف نیازه. یه وقتایی دادن فرصت اشتباه دوباره به آدما مثل یه تیر دیگه میمونه واسه کشتن خودت. دیگه میگم یا ولی با سیاست بیشتر. من میگفتم باید جلو نمیگفتم نه این چیز به خاطر اینکه یه چیزی این وسط باید مشخص نه ولی بهترین کار کرد واقعا بعد این همه چیز، بعد این همه خوردن ها یه دونه امشب زد. الان دقیقاً همین کارو کردش و واقعا کار درستی کردش. مگه دیگه فردا نیست، پس فردا نیست، پس اون فردا نیست، این بازی بلد نیست بچه‌ها من ولی امروز یه چیزی با هم مشخص میشد. من دور از همه چیز کیو شما بحثتون بود نه نظرم رو دادم. من یه چیزی بگم. من دور از همه چیز دنبال حرف بزنم. دور از همه چیز من واقعا دوستش داشتم. ولی امروز چیزی که دیدم ازش واقعا ازش متنفر شدم. من آدما رو همینجوری از چشم می‌زدم که رفتار برق چش اصلا فرشاد پیشت نمی‌بینی زشته. الهی بمیرم این رفتار تو حیات اشکال نداره این خودش میدونه داره چیکار یه جوری کارو برات در میارم نترس. کار نگیرید از نظر من کار نگیرید هم مشهدی‌ها کار نداشته باشی به چی من شرط چی میشه من قشنگ همه رو میفهمم بیارم بریم مشهدی یاد بده چی؟ مشهدی بریم مشهدی من همینجوری لحجه دارم کیو میگی؟ نه جانوری بیلت با نمک شدی یا؟ با نمک بودم بود که مزه کردی کیو مزه کنم؟ الله علم سلیم آفرین میلاد تیکه میندازه. ببین کی اینجاست؟ با حاشیه ها چطوری این روز اول؟ حاشیه که بامزه است دیگه. بامزه است به نظر خیلی وقت بود جدی دارم بهت میگم که اینقدر آدم رو تو هم دارم و خیلی وقت بود که اصلا من آدما رو این همه جمع دوره هم ندیدم که بخوان حاشیه بسازن. دیگه یعنی به نظر من به نوعی هم داره درست میره جلو ولی حالا من یه جایی دیگه من شک میکنم یعنی اینقدر روک یا نه مثلا بیشتر از این رو کم هست. یه ذره بیشتر از خودتون بگین. عرضم به خدمت تو که باید خیلی از من سوالایی که دارید میخواد بپرسید من باید دربارش خیلی چقدرم بد. چرا؟ من آدمی ام که سوال از کسی نمیپرسم. اجازه میدم خودش. من خواهش میکنم بپرس. من میخوام سنتونه که میدونم. گنگ میخوام به جواب بدم. مرموز عجیب غریب خشن اصلا عجیب خشن اصلا مردونه با کل شاپو یه کمربند شاهینه اسمش خیلی بچه خوبه همه باحالن هر خود کاراکتر خودش داره باحالن شما چطور؟ بپرسیم آخرین ارتباطتون رو 1.5 سال پیش اونم خیلی جدی نبوده ولی توی یه رابطه 4 ساله‌ای بودم. یعنی از این دست آدمایی هم که یا طولانی مدت میشه رابطم یا اصلا رابطه ایجاد نمیکنه. خیلی منم اینطوریم چون از رابطه‌ای که کوتاه مدت حال تعویض کردم و عوض کردم باشم خوشم نمیاد. نه تنها برای خودم برای طرف مقابلم و تایم طرف مقابلم هم ارزش قائلم. بسیار عالی. معمولا اینجوری آدمای قابل اطمینانی چون منم خودم تو اون حسه برقرار نشه نمیتونم اصلا برم تو بگو من چه میدونم خوشگل‌ترین دختر دنیا بهترین دختر دنیا اصلا آدم حسابی اون حسه یه حس است که باید برقرار شه ممکنه مثلا
تو ثانیه اول هم نباشه 2 ماه بگذره ولی یه چیزی یهو من همیشه ارتباطی طولانی مدت خوشگلی رو به چی میگی؟ به تو ان اصلا نمیدونم خوشگلی اصلا من شما رو دیوار میبینم دکتره اصلا میگه من هیچ چیز خاصی برای خوشگلی هر کی اومد میگیرم. اما همه رو زیبا. آره نمیدونم یه خورده چون فرض کردم دیگه من قسمت خوب به جا سرای من هست دیگه شما همه رو زیبا میبینی خدا که و این انرژی رو داری که بتونی با همه ارتباط برقرار کنی و بشناسی همه رو هر کیو تو جایگاه خودش یعنی فردا یه آدم جدیدی بیاد جایگاه خودش بگذاره نه اینکه بگم خب آها از اینایی میشه که میگن خانم اول جایگاه خودشو داره خانم دوم هم جایگاه خودشو همشون یه جایگاهی دارن اصلا من این کار نمی‌کنم خب حالا اول تبعیضم قائل نمیشم یعنی من اصلا نمی‌دونم شما ناراحت من اصلا آره مطمئن باشید انقدر ارتباط خوبی شما 3-4 نفر با هم خواهید داشت همه رو میخواد بگیره دیوز. دوستای خیلی صمیمی هستید اولی چه مشخص کنیم بله که کیه که اون این زهرا چقدر بدبخته این زهرا چقدر بدبخته میگه آقا باشه اوکی تو 4 تا بگیر ولی اولی رو بگو که اولی من باشم. میدونی این از اون زناییه که میگه آقا عیب نداره تو زن داری عیب نداره. اینا همونایین که زندگی خراب کنن ها. یارو زن داره میاد حول بازی در میاره میگه اوکی تو زن داری ولی من مثلا پرنسس من باشم اولیه من باشم. این همون اجازه دخالت نمیدم اوهو خودم به خودم اجازه نمیدم دخالت کنم مگه من؟ چه شیش بدیم من به نتیجه نه چرا من و تو حداقل باید به این نتیجه برسیم. من برام مهم نیست اون چی فکر میکنم تو باید پشت من باشی این مثلا من به اندازه کافی پشت دیدم. کجا پشتم میده؟ همین قدری که میگم فرشاد ساده نمیفهمه یعنی پشت دیدم. واو همین که میگی عجب خریه زود واداد گیرت همین یک کلمه آره. هست که اینم تیوی 24 ساعت میشینه یک کلمه در بیاره الان اونو در آورده. اگه مطمئن باشه اگه چیز غیر از این بوده اونو نشون میده دیگه بهتر از اون پیدا نکرد. اگرم من هیچ حرفی پشت سرتون نزدم که الان همه دارن میگن فرشاد تو جا از ساده فرشاد دلم برات میسه من فقط در انتخابم دفاع میکنم. دل سوختن همین شاهینی که نشستی باهاش صحبت کردی خب برای چی میری با پسر صحبت میکنی؟ چرا اجازه صحبت کردن باشه از این به بعد هر کی من حرف بزنه با تیپام دادمش تو صحبت کرد. وای فرشاد تو چرا دیگه نمیخوای قبول کنی فرشاد دهنت سرویس. وای فرشاد داره میره رو مخم اصلا دیگه مگه میشه یه آدم اینقدر وای فرشاد نکن این کارو. آره نرمال آره وقتی خواستم راجع به رابطه ما حرف بزنم لطفاً دخالت نکنین من خودم بهتر میدونم و رابطه ما هنوز اونقدر جدی نیست که من بخوام. نه منم نگفتم خیلی جدی. پس چرا اونجا اینو نمیگی که وقتی یه بچه 23 ساله میاد من میگه که تو بیرون از اینجا هم اگه یه پسر خوشگل‌تر ببینی میری سمتش؟ خودت با جوابشو میدادی. من تو شرایط من در حدی میبینم که بخوام جواب بدم. تو کاری کردی که دست و پا منو بستی نمیتونی. تارا من الان جلوی چیزم گاریم اگه هستی بیا تو ماشین. پررو نباش خواهشم. پررو نیستم. دیگه یک کم خودت خراب کردی یکم خودت جمعش کن. قرار نیست چیزی جمع کنم. دیگه همش که نباید از من انتظار داشته باشی. من موقعی که تو نیستی اینا میام پشت زیر گوش من وز میکنم من یه جور جوابشون رو میدادم که الان همه فکر میکنم من گیج میزنم ولی یه جاشم دیگه خود جمعش. ببین داره کاری میکنه که الان فرشاد توضیح بده حتی یعنی از مثلا خودشو در آورده داره اون توضیح میکنه از این به بعد اصلی رو خارج کنه از این به بعد هر چیز توجهی به نگاه نکنید هیچ جا حرف نگاه نزنید فقط به فرشاد بفهمونید که این آدم چقدر فیلمه. بفرمایید دوستان. ببینید همه این کارا رو واسه این میکنه که واسه خودش حاشیه درست بکنه که دیده بشه خب و واسه خودش بازی در بیاره. وقتی به این بازی ها اهمیت ندید خواه و ناخواه دستش رو میشه.
برای اینکه بخواد فردا به فرشاد بگه که من نفهمیدم بچه، داشتم پارک میکردم. حرف نگار نه. از من انتظار داشتی من موقعی که تو نیستی اینا میان پشت زیر گوش من وز وز میکنم، من یه جور جوابشون رو میدادم. الان همه فکر میکنم من گیج میزنم، ولی یه جاشم دیگه خود جمعش. ببین داره کاری میکنه که الان فرشاد توضیح بده حتی. یعنی از مثلا خودشو در آورده داره اون توضیح میکنه. از این به بعد هر چیزی شد هیچ توجهی به نگار نکنید، هیچ جا حرف نگار نزنید، فقط به فرشاد بفهمونیم که این آدم چقدر فیلمه. بفرمایید دوست عزیزم. ببینید همه این کارا رو واسه این میکنه که واسه خودش حاشیه درست بکنه که دیده بشه، خب، و واسه خودش بازی در بیاره. وقتی به این بازی‌ها اهمیت ندید، خواه و دستش رو میشه. برای اینکه بخواد فردا به فرشاد بگه که من از اولش میخواستم امتحان کنم، سفتار کشیده کنار که آره من میخوام حرص اینو در بیارم و این داستانا. اصلا پریسا خوشش اومده پس من برم سمت این مسئله. آره به من حسودی میکنه. دست پیش آره رو واسه این میکنه که واسه خودش حاشیه درست بکنه که دیده بشه، خب، و واسه خودش بازی در بیاره. وقتی به این بازی‌ها اهمیت ندید، خواه و ناخواه دستش رو میشه. برای اینکه بخواد فردا به فرشاد بگه که من از اولش میخواستم امتحان کنم، سفتار کشیده کنار که آره من میخوام حرص اینو در بیارم و این داستانا. اصلا پریسا خوشش اومده پس من برم سمت این مسئله. آره به من حسودی میکنه. دست پیش ببین تو اگه واقعا با پارتنرت صادقی به خودش برمیگردی میگی من از این خوشم اومده، الان که ما ازدواج نکردیم، من برم یه 5 دقیقه با این صحبت کنم ببینم داستان چی و اینا، ولی تو میای به این میگی، میای به زهرا میگی، به ایکس، به 2 نفر یه تیکه میندازی که پس فردا مثل این دستانده من دستاندمو دادم به این که برم برگردم. حرفو به من زد. خب این یه دفاع بزرگه. من واقعا الان گیج شدم، جلو روش هم گفتم دلم میخواد همه حمله کردن رود ازت دفاع کنم ولی نمیتونم. چرا نمیگی به سودا گفتم؟ چرا نمیگی من به سودا حداقل من به سودا و زهرا قبل گفته بودم میخوام حسادت شاهین و فرشاد رو تحریک کنم. اصلا فکر کنم یادش رفت و به منم گفته. واسه همین معنا شک دارم برای اینکه حسادت رو تحریک کنه خیلی کار دیگه میتونست بکنه. خب نه اینکه مثلا بیاد به یه نیو فیس، بیاد غرور پارتنرش رو ببره زیر سوال و بیاد اونجوری بخواد با یه نیو فیس بخواد تیک و تاک بزنه. خیلی کار دیگه میتونست بکنه. اینو گفت که دو تا دختر فرشاد رو انتخاب کردن، من دلم میخواد که آقای فرشاد منو انتخاب کنه جز 2 تا اولویت اولش و فرشاد هم حسادتش تحریک بشه. اصلا فرشاد سلام خانم سرخوش اومدی. آخه می جریان چیه؟ جریانی که این نگاره هیچ جوره قابل پیش بینی نیست. اینا هنوز دارن در مورد نگار صحبت. تناز یه حرف خوبی زد. آقا اصلا محل ندید به این آدم. بچه‌ها دست رو فراموش نکنید. فرهنگ دست ما جا انداختیم دوستان. به صدا عزیز، یه نکته‌ای که من نیاز دونستم بیانش کنم این که همه دارن میگن بیچاره فرشاد ساده است، فرشاد اله، فرشاد بله. یکی که 100% من مطمئنم فرشاد آدم ساده ای نیست، میدونه، میفهمه، آدم بالغیه، مطمئنم میدونه. خب پس بیایم به فرشاد بفهمونیم، فرشاد خودش میفهمه، مطمئنم خودش میفهمه. پس اینو به نظر من دیگه از سرتون بندازیم بیرون که فرشاد ساده است. فرشاد 100% میدونه و به نظر من به عنوان کوچیک این جمع در حال حاضر اینه که توجه نکنه. آفرین. الان فقط تنها اتفاقی افتاده اینه که ما همون انتخابایی که روز اول داشتیم ما داریم ادامه میدیم و وقت داریم که بیشتر همون بشناسیم. من بقیه رو بشناسم، تو هم بقیه رو بشناسی. الان تنها اتفاقی که الان افتاده، هیچ اتفاق خاصی هم نیست. اگه حس می‌کنی بقیه نیاز به توضیح نمیخوای به بقیه توضیح بدی، توضیح نده. ولی اگه از من میشنوی سعی کن بقیه رو قانع کنی که کاری که کردی اگه درست نبوده اشتباه هم نبوده. اگه از نظر منو میخوای این کارو بکن. اگرم به قول خود میگی به کسی ربطی نداره، من چیکار میکنم که همین کاری که داری میکنی انجام بده. من به اندازه کافی نگار کردم که الان به اینجا رسیدم. تو کاش اینقدر پیش بقیه نگار میکردی، دوبار میمد تو رو خودم نگار میکرد. ای خدا، نگار چقدر آدم عوضی.
فرشاد چقدر آدم ساده ای، من نمیدونم اصلا تو شکم مثلا. کافر همه را به کیش خود پندارد، چون خیلی هاشون فیکن و من میدونم کیا فیکن. بابا چقدر از این کلمه استفاده میکنه بچه ها. دقیقاً علی هم هی اینجوری ها، علی هم هی گفت من ورزشکارم، من کشتیگیرم. این هم هی میگه بقیه فیکن، چون خودش از همه فیک تره. خود واقعیشون نیستن، اومدن دارن اینجوری به من میگن. ترانه فکر میکنه اینجا داره با من اینجوری حرف میزنه، من بیرون هستم دوباره باش رابطه‌مو ادامه میدم. نیست همچین چیزی، نیست. نه چون من واقعیت رو میدونم. نه به درک. باید اینجا ما صحبت کنیم. خب ببینید بچه ها، من خیلی خط قرمز تو زندگیم دارم که همشون هم بسته میشه، شخصی دارم صحبت، بسته میشه رو احترام. مثلا با ترانه چند بار صحبت کردم، گفتم من زمانی که میخونم باید دهن بسته باشه، باید بسته باشه تا اون شعر و ملودی تموم شه. این بزرگترین بی‌احترامی مثل این میمونه. خب یه خانومی مثلا خیاطه، داره خیاطی میکنه، من میام چرخ خیاطی رو خاموش روشن کنم. یا این خانم دیجیه داره پلی میکنه، من میام بی پی امش رو عوض کنم. مگه میشه این کار؟ نمیشه. خب این اسمش احترامه. این آقا مدل لباسی که فردا قراره بپوشه بره مثلا کت واک کنه، اسمش هم قشنگ بلد، بیام اون لباس من بگم بپوشم برم بدون اجازه برم یه کار. این کارا اصلا تو کاپلی نیست. گزینه بعدی رفعش قدم. من خیلی دوست دارم احترام بذاریم به هم و احترام تنها چیزیه. قضیه اونجا خواست جبران کنه. مثلا ترانه، اگر من با ترانه تو رابطه‌ام دارم صحبت میکنم باهاش، چرا؟ دلیلش چی بود؟ هم باهاش حال کردم، دختر خفنی، هممون خفنی، دلیل بر این نمیشه که اصلا بدون بیاد. دیدم آقا سیاوش بهش گفت خفه شو، این اون، دیدم دل دختره شکست و پارتنر نداشت. گفتم حالا که این دختر داره اذیت میشه و وایب بدی نسبت بهش هست، بذار من بهش اون آرامش رو بدم، چون من میتونم آرامش رو بدم. اومدم سرمو گذاشتم، اون کارم کردم. تو بازم میای به سیاوش تیکه میندازی؟ اوکی، میای به سیاوش تیکه میندازی یه سری جاها، بعد میای به من میگی سیاوش رو خرابش کن. این چه حرفیه؟ من بیام با کسی که به مشکل باهاش نخوردم، اشتباهی به من نداشته، دعوایی بینمون نبوده، هر چی بین من و سیاوش بوده بین من و سیاوش بوده. لطفا من پس نمیتونم وابسته به رابطه قبل شما بیام تو رو قضاوتت کنم، به من ارتباطی نداره. من فقط چیزی که شنیدم شما هم جدا شده بودید، من با اون خانم رفتم تو رابطه. خب ولی من نمیتونم وابسته به اون مثلا بیام تو رو بی‌احترامی کنم. این چیز بدی هست. مرسی از صادق بودن. چرا ببخشید میدونم دستت میاد بالا، فقط همین یهو الان یادم. مرسی از صادق بودن، چون در فرض اگر اینو قطع کن دیگه. به تو همچین حرفی زده و تو انجام ندادی و الان داری صادقانه به توی جمع میگی و جلوی سیاه میگی، باریکلا، چون رفیق دیگمون با نگار دست به یکی کرد و اومد ما رو بندازه تو چاله. من اگر ببخشید اگر اینجا سینگل بمونم، تنها برم، اولین نفرم برم، با غرور میرم، با شرف میرم. من رفیقمو نمیفروشم به کسی که مقصره، یا پارتنرمو نمیفروشم به کسی که مقصره. سیاوش چون مقصر نبود، من همه چیو میذارم کنار. خب بحث هم زندگیه. من همه چیو، ببین فتنه بودن تو زندگی میتونه هر لطمه‌ای رو بیاره تو زندگی. من میخوام با بچه‌ها دور باشم. دور باش ولی نگاه های سنگین، تیکه کلاماشون کاش اینطوری باشه، کاش برات مهم نباشه. من نگران اینم الان بری داخل، لطفا اینی که بهت میگم گوش کن. ببین دارم میگم لطفا، چه امشب چه فردا بری داخل، ممکنه همین ترانه که میخوایی رو مخت به تیکه بنداز، نگاه ها سنگین باشه، جواب نده، داد و بیداد نکن، چون خودتو بیشتر ضعیف نشون میدی. واقعا جواب نده. اگه این کارو بکنی جو آرومتر میشه. اگه بدتر واکنش نشون بدی، بیشتر میریزن رو، بیشتر باید جواب بدی، بعد من قاطی پاتی ماجرا میشم، اصلا یه چرت و پرتی میشه. نه من فقط میخوام ازشون دور باشم. آره همین کارو کن.
الان از کی بیشتر تو اون جمع بدت میاد؟ هیچ کس. کی بیشتر اون مخاطب؟ هیچ کس. دیگه جرئت نمیکنه حرف بزنه، دیگه جرئت نمیکنه حرف بزنه. شخصیتشون متفاوته. از کی بیشتر انرژی منفی میگیری؟ ترانه. الانی هم بهش گفتم. شاهین خیلی کریه. چی کار داری مثل خاله زنکا پچ 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 پچ. بابا به خدا این دیده شدن انقدر مهم نیست. اصلا اشک بدم اومد واقعا اونجا که رفتم باهاش صحبت کنم. اصلا اینو که حس کردم سریع فاصله گرفتم، نتونستم ادامه چیزی که ازم خواستی رو انجام بدم. بعد وقتی علی در اومد به تو میگه که من حس میکنم ترانه تو از فرشاد خوشش میاد، بعد این بود که از دیت برگشته بودم. الان قبل این سخنرانی بود که بعدش میگم تو رفتی غذا درست کنی من چیکار کنی، اینو بهم گفت. یه لحظه من متوجه نشم، بعد از اینکه تو گفتی عزیز من اینو بهم گفت چه فرقی؟ نه بعد میخوام بدونم بعد تو الان من میخوام حس میکنم اونا دوباره در یه فنگی راه میندازن. این واقعیت نداره. اصلا برام مهم نیست. اصلا برام مهم نیست. خیلی برام اگه فنگ باشه اون وقت من باید با علی صحبت کنم ببینم علی هم داره مثل شاهین میشه یعنی یا نه از روی مثلا دلسوزی اومده اینو گفته یا از روی زرنگی نمیتونه از روی زرنگی و دلسوزی باشه. طرز فکرش اومد به من گفت آقا من حس میکنم پارتنر تو خوشت میاد، حواست باشه اگه اتفاقی افتاد شوک نشو. گفتم اوکی. این آدم از موقعی که با تو دوست شد رفتارش رو تغییر داد به خاطر تو. خودش رو به تو در توانش داره ثابت میکنه. خب ولی تو این کارو واسش نکردی. من دیتو بردم که باهاش برم دیت. من دیتو بردم نیست. ما دیتو بردیم. هر جا میشینه میگه من همه بچه‌ها ببین رضا سیاد صحبت میشه. بالاخره داریم میرسیم به لحظه موعود. دو تا فتنه، این زغال زیر خاکستر داره شعله‌ور میشه بچه‌ها. این دوتا زغال زیر خاکستر بودن. این علی از اون دسته افرادی اینقدر من میکنه نمیتونه ببینی یه نفر دیگه کنارش بگه من. ترانه هم از اون دسته افرادیه که وزس. حالا بریم دعواشونو ببینیم. ولی من سعی کردم که بریم. اگر نمیخواستم واسم مهم نبود. دست یاد بگیر. داره صحبت. ببین دقیقاً همین کار تو باعث میشه که آدم بهت بی احترامی بکنه. خب این باعث میشه که آدم دهنشوی، چون من یه بار میگم ساکت شو، دو بار و یه جایی هست که من عصبانی ام، الان عصبانی نیستم. خب الان من هرس نمیخورم پس میتونم سکوت کنم، ولی اونجا هرس میخورم و عصبانی میشم، بی احترام میکنم. ولی ببین تو از نظر من کاری واسه این نکردی. خب و هیچ گام مثبتی واسش بر نداشتی و خودتو بردی سمت علی که گزینه دیگه ای نداشتی، چون تمام اون تحریکاتی که می‌خواستی انجام بدی اتفاق نیفتاد. ولی ببین تو یه شانس داری، هنوز دوستت داره، هنوز پشت دستت بازی کرده. به نظر من میتونی رویت رو تغییر بدی. خب و قدرشناس باشی. ولی من همون جوری که ببین گفتم که دیگه ببین من صدمو ببخشید از خودت. نه اجازه بدید لطفاً آقا صدمو گذاشتم درسته؟ الان با من بازی نکنید. ببین لطفاً کسی با شما بازی نمیکنه. ما اینجا تو جزیره بازی نیستیم، اومدیم عشقمون رو پیدا کنیم. بازی ذهنی نکنیم. ببینید لطفاً نمیذاره حرف بزنید. تو اصلا افت کلام نمیذاره. منم داره اصلا ماشاءالله الان ترانه هم افت کلام نده. تا دیروز ترانه پرنسس بود. براش الان افت کلام نداره. یه لحظه من برم وی پی ان رو دوباره بس کنم. یه لحظه وی پی انش قطع شد. ما بدون وی پی ان داریم میریم لایو و اینجوری هست. خب بذار حالا که چرا دیگه نه میترسم چیز بشه اون ویدیو پایان هست. آره تا دیروز نمیدونم بهترین بود، عاشق شده بود تا دیروز. بچه‌ها من عاشق شدم. چی شده که
این افرادی هستند که سمی هستند بچه‌ها. یه جایی شما رو ول میکنن و در اون هیچ شکی نیست. چرا؟ وفق مرادش باشن آدم ها چهره واقعیشون نشون میدن. خب به خاطر همینه که زمان بزرگترین معلم تاریخ و سری نشون میدمش. عصبی میکنه. باز عصبی میشم. منظورم بازی ذهنی نکنیم. ببینید لطفا میذاره حرف بزنید. افت کلام منم داره عصبی میکنه. منم عصبی میشم. ساکت چه بزن، من حرف بزنم. حرف تو بزن. داداش من اینو امروز به نگار گفتم نگار اگر این خانم داره این کارا رو میکنه، چون همش پای فرشاده، پای به جون ناموسم، خب اصلا من کاری ندارم. من انقدر خفنم توی این صدمو گذاشتن غذا درست کن بازم گفت من انقدر خفنم تا صد همه چی. اصلا من خوشحال میشم تو بری سمت لیاقتات، ناراحت نمیشم، چون میدونم من کجترین دختر کره زمین بیاد کنار من خوشحال میشه. میدونی؟ چون همه چیمو میذاره جوراشو میشورم، پاشو بعد میکنم که یارو تشتکاش بپره تا حدی که از خودش تو گم نشه. ولی شما چیکار کردیم؟ اومدی داری یه کارایی میکنی که منو تحریک کنی. پسری که میاد صدشو میذاره تحریک نمیشه، جدا میشه، دور میشه. تموم شد رفت. ببخشید من دستم بالا. همون می‌خواستم بگم می‌خواستم چون شما دستتون رو بلند کردین برای اولین بار بفرمایید. دوستان عزیز یه لحظه، من واقعا نه با علی مشکلی دارم نه چیزی. به نظر من به جای اینکه بیاین حاشیه درست کنیم واقعا بریم به زندگی خودتون بچسبیم. اینا حاشیه نیست، اینا رو من صحبت می‌کنم. اوکی تو صحبت کن. ولی تو اینجا داری میگی اونجا من داشتی غذا درست می‌کردی، خب پیکسی غذا می‌خواسته درست کنی. اوکی غذا درست کن. پس این یعنی چی؟ اگر تو به پیکسی نمی‌خوای پا بدی یعنی چی؟ پس می‌خوای پا بدی بهش دیگه. فاز گرفتی. یعنی جفتشون چیزن جفتشون سمیان، یه نفرشون هم نه، جفتشون سمیان. سورن جان این برنامه عشق ابدیه، من به عنوان فیلم و سرگرمی نگاه میکنم نه چیزی دیگه. فکر میکنم یه سریال دارم میبینم مثل فرندز. اصلا من احساس میکنم تا آخر من اگه مورد مثلا یه کسی ازش خوشم بیاد ترانه بپره وسط نذار اصلا من با کسی ترانه باشم. چی نگار آره. خب امروز دیدی امروز اومده بود اینجا واسطه بود گفتش که چی پریسا خوشش اومده، پریسا از این خوشش اومده، من میخوام برم سمتش و فلان و اینا. اصلا یعنی خیلی حسودی میکنه خیلی. بعد من فکر کن نیم ساعت همینجوری اینجا نشسته بودیم و اینا تا اومدم بیرون سریع اومد بیرون نشست اینجا یعنی تا اون نیم ساعت اصلا بلند نمیشد تا اومدم که خود پرشورم میگوش که تا تو اومده. خب تو اون حالت تو باید از حق خودت واقعا دفاع کنی و باید به همون میزانی که طرفت داره. دلارام جان اینجا دیگه همینجوری من یه قسمت 17 رو داریم نگاه میکنیم، ما هم عشقی نگاه میکنیم به عنوان یه برنامه و سرگرمی. اکشن نشون میده، ریاکشن نشون میده. یعنی کلا هم سکوت کنی اتفاق خاصی نمیفته. نه کلا هم سکوت نکردم، گفتم یعنی تو جمع گفتم اصلا گفتم حسودی میکنه. سیسی من تایپتون نیست. سیسی تو ما اول با سیسی نشستیم اینجا صحبت کردیم. خب اصلا خب یه شناخت قبلی هم نسبت بهش داشتم ولی کلا گفتم که حالا اینجا اصلا نسبت به اون فضای بیرون خیلی متفاوته، یه اصلا شانسی به هم دیگه داده باشیم، هم من به اون هم اون به من. خب که صحبت کردیم دیدیم که اصلا تایپ هم نیستیم. حتی خودش هم همین نظر رو داشت، خودش هم گفتش که مثلا پریسا تایپ من نیست. منم دقیقا همینو به دوستام گفتم که تایپ هم نبودش. یعنی اون مثلا سلیقه من بود نه من سلیقه مثلا اون خودش میگفتش که من دختر امیر دقت کردیم بچه‌ها این امیر اول هر جا میشینه دو تا دختر دورشن. ماهد سلام. این امیره اینقدر حواله هر جا میشینه باید دو تا دختر دورش باشن. خب احمق حیوان بیا پیش سفدایه بشین دیگه. بچه رو پاره کردی. اینجوری میخوام که هیچ کدوم از خصوصش تو من چون ما چیه؟ من بیشتر
اخلاقیات صحبت کردم، اون بیشتر رو ظاهر صحبت کرد. خب اون مشخصات ظاهری که میخواست رو من نداشتم، من مشخصات اخلاقی که میخواستم تو اون نبود، وگرنه من چیزی رو ظاهرش نگفتم. بسیار عالی. میتونم تایپ شما رو بدونم؟ دوباره سوالمو تکرار میکنم. تایپ شخصیتی؟ هر چی. ظاهری، شخصیتی. خیلی داره شیطونی میکنه اینا. بفهم سر داره. من دستم باز گذاشتم، دستشو باز گذاشتم. اشکی خوبه. دقیقا. یه پسری می‌بینی لاغر خوبه، یه مثلا خوش تیپه، یه پسری می‌بینی هیکلی خوبه. یعنی هر کسی تو استایل خودش میتونه خوب باشه. به خاطر من هیچ وقت نمیتونم بگم که من پسر هیکلی مشکی اینجوری قد فلان دوست دارم. من فقط کافیه که اون مثلا شخصیت رو توش ببینم. شخصیت رو تو اولویت میذاری. آره، ولی ظاهرش هم مثلا میتونه یکی بور میتونه 100% ظاهرش باید خوب باشه، چون به خودم خیلی میرسم. به خودم میرسم، دوست دارم که پارتنرم که کنارمه ظاهر. الان به خودت میرسی اینی؟ همش عمل و آرایشی؟ چه اعتماد به نفسی دارن اینا؟ خوبی داشته باشه و که به همدیگه بیایم. خب بعد ولی لزوما نمیتونم بگم که باید مشکی باشه یا باید بور باشه. فقط کافیه که ظاهر خوبی داشته باشه و اخلاقیاتش خیلی برام مهمه، جنتلمن باشه دیگه. مثلا امیر حسین خودتو قطعه کردی. تو جلوی دید آخر یا نه؟ تو جلوی چشم سفتا داری کار رو می‌کنی. سفتا خیلی کوله، ولی همچه دشته کول سفتا کلا رو زمان کولش کرده. دیدم اگه بخوام هرس بخورم با کارهای امیر حسین احتمالاً تا هفته دوم هفته سوم برنامه من رو اول چال کنیم. گفتم شال کنم از مسیر لذت ببرم. سفتا تیتر اخبار رو انداختم سرپاینیه. کار خوبی کردی. خدا شکر. اومد پیکسی اینجا، گفتم کمکم نمیخوام. چرا گفتم کمک نمیخوام؟ دور باشه ازم، تو تحریک نشی. اوکی. ساکت لطفاً. لطفاً دور باشه ازم، تو تحریک نشی. گفت بذار کمکت کنم. گفتم خواهش میکنم برو جای دیگه بشین، من همه کارو میکنم. آماده که شد میگم تشریف تو بیار. تو چشماش تا حالا من نگاه نکردم. لطفاً حرفم تموم شه. بابا تایم داریم دیگه. چرا رو اعصاب هم راه بریم آخه؟ به خدا تمام بشه واسه من تمام میشه. من واسه مهم نی. من الان دارم بحث میکنم بابا. الان اگر این بحث تمومش کنم تمام میشه. تو هم میری سمت لیاقتات، منم میرم سمت لیاقتام. جفتمون خفنیم. بحث چیزی نیست. من به یک کلمه هم بی‌احترامی نمیکنم. تموم شد. ولی بذار صحبت کنم، تو هم صحبت کن. ببین پیکسی رو گفتم لطفاً برو بشین یه جای درست حسابی، من غذا رو درست میکنم. اگر قرار بود برای یک نفر غذا درست کنم، من چقدر مرغ درست کردم، چقدر خورد کردم که ما همه خانواده‌ایم. همین امروز بیرون گفتم از بچه‌ها عذر میخوام که چون ما هممون خانواده‌ایم. منو نمیتونی روی این چیزا بازی بدی، چون من واقعا چش اینو ندارم. جون ناموست فرناد، تا حالا به این فکر کردی که 1% بهش میتونم چش داشته باشم؟ رو نگاهام، روی مثلا حرفام، بغل کردنام، پیشونیتو بوس کردن. ما با هم اشک نریختیم اینجا. بابا اینا به من نمیخوره. همین الان داره احساسی میشه. میدونی چرا احساسی میشم؟ چون اومدم وسط یک برنامه لبای دختر رو بوس کردم و صدمو براش گذاشتم. ببین اصلا بحث اینه چه جوری بوس کردی؟ اینجوری یا اینجوری؟ نه اینجوری. لبای دختر رو بوس کردم. خب ببین دهنش سرویس و این داره میمیره از همه چی. اون میگه چجوری بوس کردی؟
دوست کردم چون من دوست داشتنم این مدلی سبکم اینه. ببخشید حرف بزنم الان تمام سبکم اینه، همین الان تمامش میکنم. سبکم اینه، دوست دارم صمیم اسمم نمیبینی دوست دختر تو خب ما مثل همین 2 تا ماهی. بعد از مدت واقعا ولی خوشحالم که حداقل زهرا نشسته اونجا و داره حرف میزنه. خدا شکر خدا شکر. زهرا با همه زهرا خیلی زهرا من خیلی زیاد. ببین شاید کلمه مثبت بگی منفی بگی حزب باده هر مادر ولی به وضع باشه. نه بذار بگیم انعطاف پذیر. انعطاف پذیر. نمیدونم کلمه خوب درست حزب باد من جنبه منفی داره. منفی انعطاف پذیره واسه همین پژمان باشه، اصغر باشه، اکبر باشه به نظرم میتونه بسازه. زهرا خب زهرا یه تایپ شخصیتی داره خب به خاطر اینکه از اولی از همه جدا شد و پس زده شد خب خیلی غرورش شکست و خود خیلی ناراحت شد. اون اعتماد به نفس و عزت نفسش اومد پایین. حتی آخر اگه یادت باشه این میگفت بیا منو بپذیر، به سیاوش بیا اینجوری کن، بیا اونجوری کن. منم خیلی سعی کردم باهاش صحبت کامل رو میگیره و میبره میذاره توی رابطه خودش و تو هم اکسپت میکنی خب. ولی این دلیل اینکه اصغر باشه اکبر باشه و این داستانا به خاطر اینکه فکر کردیش که دوستش نداره و فکر کردیش که واسش ارزش قائل نیست. این پروگرام حالا یا مثلا دیگه حالا میتونه حتی ریل هم باشه تو زندگی واقعی. نظرم اینطوری نیستش که فقط پسر مثلا بیاد به دختر پیشنهاد بده که اگه دخترم خوشش اومده باشه از پسر میتونه بهش بگه. داشت خب با همه چیز میکرد. بگن تو داری این کارا میکنی، تو داری دخالت میکنن. به شما ربطی نداره که من چجوری رفتار میکنم. هر کسی میتونه شخصیت خودش رو داشته باشه تا جایی که نخوام شما رو اذیت کنم. من دست نکردم تو سوراخ اونا که من یه چیزی بوده بین من و پارتنرم و یه شرکت کننده جدید. من راضی، تو راضی، اون راضی، بقیه‌اش هم همه میدونن چیه. خب حیوان فرشاد راضی نیست که تا همین الان این نمیگفت من فقط تو الان میگه من راضی بودم رفتم. منم هم اینطوری که تو میگی راضی نبودم. راضی نبودی چون سر حرفت نتونستی وایسی. خفه شو. چون خودت روز اول قبول کردی و الان داری میزنی زیرش. اوکی من با سیاوش این کارو کردم، تو حسودیت شده، تو هم با پیتیزی این کارو کردی، من حسودیم شده. ربطی نداره. بابا بی خیال بابا. چرا دیگه بی خیال نداره؟ من اصلا ببین من آدمیم که تو خیابون یه آدم راه میره خیره میشم بهش راه میره. کلا من سر این قضیه دوست مثلا قبلیام مثلا سگ با من دعوا کردن. بخاطر این گفتن تو به آدمو خیره میشی. ربطی به این نداره. کلا من اصلا رو فازی رو سیاوش پاس نگرفتم. من اصلا اون موقعی که باهاش دیت رفتم فکر کردم تایپم، ولی وقتی دیدم نیست کلا بی خیالش شدم. آقا شما مثل من این ترانه شروع میکنه به حرف زدن حالتون بد میشه. اگه اسکلم آخه. در هر صورت امروز می‌خواستی حاشیه درست کنی واسه پیکسی جواب نمیده علی. منم میتونستم بگم خیلی چیزا رو ولی نباید بیانشون کنی. اگر میخوای بیانشون کنی خیلی درست میتونی این کارو انجام بدی و بذاری بقیه صحبت کنن. من واقعا نه با فرشاد نه با هیچ کس دیگه ای هیچ فازی ندارم. همین الان دارم میگم نه با تو. خودت هم میدونی من با تو فازی دارم. من اصلا رو تو الان فازی دارم. نه من واقعا با تو تموم کردم همه چیز رو به خاطر اینکه واقعا بی تربیت بودی. اگرم من بی ادب باشم کسی حق نداره که به من بی توهین کنه. من من میام به یکی یه چیزی میگم بعد مثلا دارم باش درست صحبت میکنم دیگه. مثلا مشکلم اینه که میپرم وسط حرف همه. علی الان این کارو نکرد. علی الان این کارو کرد دیگه. بعد من چیکار کردم گوش بدید. بعد من خواستم حرف بزنم بهم داشت میخواست داد بزنه. من این کارو کردم؟ نه. دارم بهتون میگم ادب آدما اوکی دست خودشونه ولی اونا هم میتونن با ادب باشن. یعنی تو خیلی بی ادبی. تو بی ادب بودی دیگه. در هر صورت داستان همینه. از سیاوش شخصا یه عذرخواهی میخوام به عنوان رفیق عذرخواهی کنم ازش. اینجا بیرون اومدیم صحبت کردیم پشت من نشستید به بچه‌ها گفتم فهمیدید 3 نفر گفت فهمیدیم تو گفتی نه نفهمیدم گفتم پس برو بیرون برو اینجا. پس سیاوش هم چیزی نگفت رفت. اونجا یه خطایی به من رسیده بود این کارو کردم. بعدش که دیدم این خانم فیس تو فیس داره چش تو چش داره به تو نگاه میکنه و لبخند میزنه. همین خانومی که من به دلیل اون بی احترامی که شده بود بهش نخواستم دلش بیشتر از این شکسته بشه گفتم من میتونم خوبش کنم میتونم اوکیش کنم اومدم تغییر کردم. سیاوشم اگر با تو به این درجه رسید به خدا الان حسش میکنم چون شما اجازه رفتار درست رو به یه انسان نمیدی. شما همش
بپری، مثلا میایم راجع به یه چیزی صحبت کنیم. جلیل جان سلام. یا چیزی درستی نیستش اصلا. سیاوش بگو. ببین من کاری به اتفاقاتی که افتاده ندارم. من خودم رو توضیح دادم دلیل بی احترامی ها و داستانم چی بود. دقیقا. الانم این بحث بین شما بخوام مشکلی به وجود بیارم باز نکردم. یه دقیقه باز نکردم. در از صورت چیزی که گفتم، چیزی که دیدم و دارم میگم، به سمتت قدم برداشته، شانس اینو داری به سمتش قدم برداری، وگرنه خودت شانس از دست میدی. به نظر من کاپلی هستید که به هم میاید، انرژی و این داستانا، و خودش هم حقیقت‌های پشت و همه چی رو نسبت به تو میدونه. یعنی الان در حال حاضر شما نسبت به هم دیگه روح هستید. تو الان یعنی هیچ چیز دیگه ای پشت پرده ندارید با هم دیگه، همه چی جلو اتفاق افتاده. از اون نگاه بگیر تا نمیدونم داستان فرشاد و این داستانا، همه چی روه. واسه همین خراب کردن و درست کردنش دست خودت. سیاوش جون مرسی که این دیدگاه داری. نسبت به این بگم من اصلا این احساس رو نمی کنم داری وسط رابطه دیدم که واقعا لطمه بهم خورد. منم بهم لطمه میخوره، احساساتم خیلی اذیت میشه دیگه، نمیتونم اون صدمو بذارم. الان فقط 50% ما تو رابطه ایم. همتونم بدونید بد نیست، میتونه بره صحبت کنه. من نه با کسی صحبت میکنم، من کارام شده، من خدامو شکر میکنم خیلی آدم درست حسابی ام، اوکی ام. من با یکی میرم تو رابطه، تو چش دخترا ما با ماروخ 2 روز صحبت کردیم، قرار بود با هم توی رابطه باشیم، نشد، قشنگ جدا شدیم، به دلایلی جدا شدیم. ماروخ با میلاد و مثلا خیلی از دوستای دیگه‌مون. چقدر زر میزنه این؟ در کنارش به حرفاتون هم گوش کنه. اصلا تنبیه بدنی میشه. من میگم دست رو بچه بلند کنید. خشن من دوست دارم ولی دیگه فکر کنم یه کوچولو دیگه تو حالت عادی روز زهرا رو الان ول کنی دیگه همه چی دوست داره. خشن میگه دوست دارم. دیگه خشن نباشه. بچه رو اگر عذابش نکنی میمونه روش. فردا میشه چی توف سربالا. این میگه آقا این چرا تربیت جوری میشه؟ به 2 تا کوتاهی کوچولو بد نیست. من رو بچه خیلی حساسم. حساسه چجوری هم؟ یعنی مدلی که خیلی دوست دارم به بهترین نحو ممکن بزرگ بشه. هر چی استعداد داره رو من کشفش میکنم، چون من مادرشم، چون کسی که کنار من اون پدرشه و ما باید این بچه رو شکل بدیم. هیچ بچه ای از هم کس نداری؟ من همه چی پیش میره. خدا رو شکر. قربونت رو بشم. مزاحمتون نمیشیم. نه دیگه بهتون زحمت نمیدم. دورت بگردم. چیپس دوست دارم. آقا ما خیلی راحتیم به خودم. بیاید دورم خوشحال بشید. بیاریم براتون چیپس. آره. نیستی. چیپس. اگه تونستی ماستم بیاری. دیگه. داشتم نگاه حرف میزنم ولی رشته کلام از دستم رفت. نه میگفتید حساسید روی تربیت بچه. آره. که اگر مادرش باهوش باشه، پدرش هم با استعداد باشه، ازش یه دانشمند قرار بسازید. خیلی دوست دارم تمام استعداداشو کشف بکنم و اون چیزی که خودش دوست داره بشه. ولی اون من مادر و اون پدرش سر بردن اینا دو اون در شاهدم سوداه که من به سودا گفتم میخوام حسادت کنم، نمیشناسم. فرشاد با این قضیه کنار رو. یه مرد رو فرشاد بودم نمیتونستم دوباره باش باشم. سودا بامزه است خودمونیم. برنده میتونه هر کسی رو که دوست داره ببوسه. یه دور بزنید. سر پاسن. خب بچه این قسمت تموم شد، امیدوارم لذت برده باشید. من میرم گوشیمو بزنم شارژ، ساعت 1:30 اینا لایو استارت میزنم. دوست دارم ببینمتون. دمتون گرم تا الان بودی. تنهای بشی دمت گرم. قلب من فدات بشم الهی. بچه همگی دمتون گرم. خانم مهتاب خیلی خوش اومدی ولی دیگه میخوایم بریم. دوستتون دارم، مخلصتونم، ارادتمند، مریدم.